مهاجم اسرائیل اراده کرد موفق شد اون کارا رو انجام بده. نتونست از مردمش محافظت بکنه، نتونست از غیر نظامی ها محافظت بکنه، نتونست حتی پناهگاه درست کنه و تأمین کنه براشون، نتونست هیچ کاری نکرد عملا. چون این رسوایی بزرگی کار رو برای ادامه مسیر در جمهوری اسلامی دشوار میکنه. بنابراین ما میتونیم توقع داشته باشیم که بخشی از حاکمیت او رو دور بزنه، خامنه ای رو، و دوران پسا خامنه ای شروع بشه که در این دوران ممکنه گشایش هایی ایجاد بشه که مردم یه ذره نفس بکشن و جامعه مدنی قوی بشه، که اگه جامعه مدنی هم قوی بشه بازم در نهایت به فکر تغییر جمهوری اسلامی خواهد افتاد و موفق خواهد شد در آینده با زمان بیشتر. و حالا باید کمی داده ها بیشتر بشه در ساعات آینده، موضع علی خامنه ای رو ببینیم تا بیشتر بتونیم تحلیل بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما. محمد جواد اکبرانی، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس با ما بودند. اما رسانه‌های ایران از کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای به نام محمد رضا صدیقی صابر در حمله پهپادی اسرائیل به شهر آستانه اشرفی در گیلان خبر دادند. طبق گزارش‌ها چند روز پیش هم به منزل او در تهران حمله شده بود. در طول این 12 روز جنگ علاوه بر فرماندهان ارشد نظامی، چندین دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی در نقاط مختلف از جمله خانه‌های امن هدف قرار گرفته و کشته شدند. در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از فنلاند با ما همراه شدند. آقای غفوری، فقط اون داده‌های ابتدایی نبود اون شب اول که تعدادی از فرماندهان نظامی رو کشتن. ما می‌بینیم در طول این جنگ هم از خانه‌های امن خبر داشتن، از تغییرات خبر داشتن. خونه این دانشمند هسته‌ای رو زدن، بعد رفته خونه پدریش در آستانه اشرفیه، اونجا رو هم زدن و نهایتاً اون رو کشتن. این نشون میده این اشراف اطلاعاتی همینطوری وجود داره، اینطوری نیست که محدود به یک زمان خاص بوده باشه. میزان نفوذشون اصلا شگفت انگیزه، نه فقط از نظر عمق بلکه از این نظر که سالهاست میدونن این رو و دارن تلاش میکنن جلوشو بگیرن، هنوز موفق نشدن. ببینید به طور برجسته از سال 2018 بزرگترین ضربه اطلاعاتی که جمهوری اسلامی از اسرائیل خورد همون سال بود که آمدند اسناد هسته‌ای رو بار زدن بردن. در همون سال اسرائیلی ها اطلاعاتی دادن به اروپایی‌ها که اسدالله اسدی با یه بمب در واقع در چمدانی داره میاد و مقر مجاهدین خلق رو میخواد، یکی از گرد هماییاشون رو میخواد منفجر کنه، او رو گرفتند. در همون سال یکی دو توطئه دیگر رو به اروپایی‌ها گزارش دادن، اونها رو گرفتن. از اون زمان بود که جمهوری اسلامی فهمید که اسرائیلی ها سطح نفوذشون بسیار بالاست. از 2018 تا 2025 نتونستند این خلأ رو پر بکنن و حالا ما داریم میبینیم که اوضاع حتی بدتر هم شده برای جمهوری اسلامی. اما این فقط نفوذ هم نیست، این رو هم بگم که چند تا عامل دیگه هم هستند. ولی این که بداند این دانشمند هسته‌ای الان از تهران رفته کدام شهرستان و کجا هست، این دیگه نمیتونیم بگیم اون عواملی که حالا بهشون اشاره خواهم کرد اگه وقت بشه اونها دخیلن. این دیگه مستقیما نفوذ اطلاعاتی در عالی ترین سطوحه. اون عوامل رو میخوام ازتون بپرسم آقای غفوری و این رو هم میخوام ازتون بپرسم که این در آینده چه تأثیری میذاره؟ دیگه کدوم مقام جمهوری اسلامی جرأت میکنه مثل سابق تردد و زندگی بکنه؟ علی یونسی وزیر اطلاعات سابق هشدار داده بود دیگه، گفته بود آقا همه مقام‌های جمهوری اسلامی باید از جانشون در واقع نگران باشن به خاطر سطح نفوذ موساد. اما عوامل دیگه ببینید در این هماوردی اطلاعاتی، اولا تکنولوژی که اسرائیل ازش استفاده میکنه بسیار پیشرفته تر از تکنولوژی شنود جمهوری اسلامی است. به ماهواره‌های اطلاعاتی دسترسی داره، روابط خوبی داره با ماهواره‌های جاسوسی آمریکا، یعنی میتونه در اختیار بگیره. عوامل دیگر همین هستن که همین نفوذ، این رقابت در عرصه اطلاعات تو جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی کسب بکنه. ایران 1,648,000 کیلومتر مربع، اسرائیل 22,000 کیلومتر مربع با احتساب بلندی‌های جولان و اراضی که تو سال 1967 گرفت. یعنی 75 برابر ایران بزرگتره، مرزهاش قابل کنترل نیست، یعنی به راحتی میشود عوامل بیاین داخل و بروند. کما اینکه در سرقت اسناد هسته‌ای هم ما جاسوس موساد رو داشتیم، این اسرائیلی دقیقاً در کف خیابان‌های تهران خودشون میگن که یک خانم بود که عملیات رو هدایت میکرد. و مسئله بعد هم مسئله فقر گسترده است در ایران. ببینید
جاسوس ها معمولا یک تحقیقی بود که میگفت که هر چقدر کشور فقیرتر مثل سوریه مثل لبنان، جاسوسی اسرائیل اونجا راحت تره، چون راحت تر آدم ها رو میخرن. هرچی کشور حکومتش حتی عربی مانند کویت مانند امارات شهروندش مرفه تر باشه، کار اسرائیل در جاسوس خریدن سخت میشه. در واقع این تیر خلاصی بود که جمهوری اسلامی از چند جهت به پای خودش شلیک کرد، هم ضعف ایدئولوژیکی که سطوح بالای مملکت دارن، هم فساد گسترده مالی اکثر سران حکومت. کامیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. سپاسگزارم آقای غفوری. بعد از 12 روز جنگ، دونالد ترامپ اعلام کرد که جمهوری اسلامی و اسرائیل با آتش‌بس موافقت کردند. گرچه در همون ساعات اولیه صحبت‌هایی درباره نقض آتش‌بس مطرح شد، اما به نظر میرسه هر دو طرف دست از جنگ کشیدن. ببینیم در این 12 روز چه اتفاقاتی افتاد. ارتش اسرائیل بامداد جمعه 23 خرداد به تأسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کرد و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای رو کشت. به گفته اسرائیل دلیل این حمله این بود که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار گرفته و مذاکرات به بنبست رسیده بود. شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. اسامی بعضی هاشون رو میتونید اینجا ببینید: محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و چند روز بعد جانشینش علی شادمانی، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و معاونش. علاوه بر فرماندهان ارشد، شماری از فرماندهان میانی و عملیاتی از جمله فرماندهان کلیدی نیروی هوافضای سپاه و 2 تن از فرماندهان نیروی قدس سپاه هم در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند جانشین سازمان اطلاعات نیروی انتظامی هم کشته شده. شماری از دانشمندان و دستاندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در بین کشته شدگان حمله‌های اسرائیل بودند. از فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، تا محمد مهدی تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد و شماری از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها. در 12 روز گذشته مواضع نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در 10 شهر ایران هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفتند که پراکندگیشون رو در این نقشه میتونید ببینید. به گزارش مؤسسه اسرائیلی آلما، جمهوری اسلامی از آغاز جنگ بیش از 580 موشک بالستیک و 1000 پهپاد به خاک اسرائیل شلیک کرده. تعداد موشک‌ها در 2 روز نخست پس از حمله اسرائیل بیش از 200 فروند بود، اما این تعداد به تدریج کم شد. 1 تیر ماه و در 9مین روز جنگ ایالات متحده به 3 سایت هسته‌ای کلیدی در مرکز ایران حمله کرد. در این حمله 7 بمب‌افکن B2 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان رو با بمب‌های سنگرشکن 14 تنی هدف گرفتند. مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل نوشته این جنگ 30 کشته و بیش از 3000 زخمی در اسرائیل داشته. وبسایت هرانا هم به نقل از منابع غیردولتی نوشته در ایران بیش از 3000 نفر مجروح و 900 نفر کشته شدند. 387 نفر غیر نظامی، 268 نفر نظامی و 319 نفر هنوز نامشخص. بیشتر صحبت می‌کنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، اسرائیل ادعا میکنه به اهدافش در این جنگ رسیده، اهدافی که مد نظر داشت. چقدر این ادعا درسته؟ خب اسرائیل اونطوری که تعریف کرده از همون ابتدا اهدافش از کار انداختن و نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران بود که خب منظور از برنامه هسته‌ای ایران برنامه غنیسازی هسته‌ای ایران هست و همینطور هم برنامه موشکی ایران. حالت بعدا صحبت‌های در مورد امکانات پشتیبانی ایران از نیروهای نیابتی شد که ما دیدیم که حملات هوایی شدیدی به مراکز نیروی قدس سپاه در شمال غرب تهران انجام گرفت و در جاهای دیگه از غرب ایران که نیروی قدس اونجا مرکز آموزشی و پادگان‌های آموزشی داشت و همینطور به مراکز
نظامی که صنایع نظامی که در ساخت موشک‌های ضد تانک سالها در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌گرفت و به اسرائیل شریک می‌شد در مناطق حاشیه مرزی حمله شد. صنایع دفاعی یا مهدی که موشک‌های ضد تانک می‌سازه و خود اسرائیل هم موضوع اعلام کردن و همینطور خب جاهای دیگه‌ای که به تدریج تغییر میکرد اون توجه روز به روز این توجه تغییر میکرد. گاهی اوقات اسرائیل به مناطق مرکز فرماندهی نیروی مسلح حمله میکرد، در مواردی به مرکز فرماندهی و کنترل امنیتی تهران به ویژه هم در این روز آخر که به نوعی پیامی بود به مردم ایران که اگر شما آمادگی قیام علیه حکومت دارین این فرصت مناسبی هست. ولی به طور کل تمرکز اسرائیل روی صنایع موشکی و صنایع هسته‌ای بود و همینطور پدافند هوایی که یکی از لازمه‌های برقرار کردن کنترل هوایی بر پرواز آسمان ایران هست و این کار خیلی سریع و حتی بهتر از پیش بینی خودشون انجام دادن. ظرف 36 تا 48 ساعت به طور کامل کنترل آسمانی ایران رو در اختیار داشتن و هواپیماهاشو میتونستن که هر کجا رو برن و با هر توناژی که میخواستن مرکز نظامی ایران رو بمباران بکنن و همینطور هم مرکز فرماندهی کنترل، رادارها به ویژه در این روز آخر دوباره یک سری رادارها رو زدن و ساختمان سپندم که دیشب یک بار دیگه مورد حمله قرار داده. به طور کل به نظر میرسه که اسرائیل به بسیاری از اهداف خودش رسیده. پایگاه‌های موشکی رو هم به شدت بهش حمله کرده. مرکز تحقیق و توسعه و جهاد خودکفایی نیروی هوایی سپاه، ولی خب نتونست که به طور کامل پرتاب موشک‌های سپاه پاسداران به اسرائیل رو جلوشو بگیره، هرچند که این تعداد طبق همون چارتی که شما نشان دادید بسیار تعدادش کم شده بود، ولی همچنان سپاه تونست که تا همون روزها و دقایق آخر آتش بس به موشک‌هایی رو به اسرائیل پرتاب بکنه و این موشک‌ها میتونستن که تعدادشون از سپر موشکی اسرائیل عبور بکنن. با اصلا امید همین بود که با این فشار و ادامه این فشار روی جامعه اسرائیل بتونن یک فشار غیر مستقیم برای پایان جنگ به اسرائیل وارد بکنن و میشه گفتش که تقریبا اینا با هم همزمانی پیش اومد، چون هر دو طرف یک مسابقه علیه زمان داشتن. ایران طبیعتاً سپاه موشکاش نامحدود نبود و از طرف دیگه حملات هوایی اسرائیل هم و کنترل هوایی اسرائیل هم مرتب سکوهای پرتاب موشک‌ها از بین می‌برد. اینو به صورت نامحدود نمیتونه این تعداد موشک پراکنی و از طرف دیگه بفرمایید جملتون رو تموم کنید. و از طرف دیگه هم خب اسرائیل هم یک برنامه زمانی داشت، اونطوری هم بود که نامحدود ایران رو بمباران بکنه و برنامه زمانی خودش رو با دقت خیلی زیادی دنبال کرد و به نظرم به درصد قابل توجهی از اهداف نظامی خودش میرسید. شاید مثلا اگر یکی دو هفته دیگه یه هفته دیگه به این حملات ادامه میداد خیلی راضی تر می بود، ولی هیچ وقت همیشه نمیتونه کاملا راضی باشه از این موضوع. آقای ندیمی این جنگ رو شما تموم شده میبینین؟ فکر میکنین دیگه این محاصره پایان پیدا کرده اینجا؟ خیر، من فکر نمی‌کنم این جنگ تموم شده باشه. فرمانده نیروی مسلح اسرائیل ژنرال ایال زمیر هم گفته که این جنگ تموم شده نیست. من فکر می‌کنم که برنامه هسته ایران هرچند که یک ضربه خیلی کاری دید سالها ممکنه عقب افتاده باشه، ولی اون دانش هسته‌ای هنوز وجود داره. خیلی از تجهیزات ممکنه هنوز وجود داشته باشه و امکان ساخت سانتریفیوژهای جدید در یک جای خیلی مخفیانه و تحت مراقبت شدید کاملا وجود داره. به نظر من ایران از برنامه غنیسازی کوتاه نخواهد آمد. برنامه موشکی خودش رو هم در ابعاد کوچکتر ولی با همچنان ادامه خواهد داد و تهدید علیه اسرائیل رو همچنان ادامه خواهد داد. از طرف دیگه هم اسرائیل سعی خواهد کرد که کنترل آسمان ایران رو حفظ بکنه، هر از گاهی به ایران حمله بکنه و همونطور که در لبنان می‌بینید و این سطح تنش با یک حرکت سینوسی به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما بودن.
با وجود حملات سنگین آمریکا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای، یک سوال همچنان بی پاسخ مونده: ذخیره 400 کیلویی اورانیوم غنی شده ایران کجاست؟ بر اساس برخی برآوردها تهران ممکنه بخش عمده‌ای از این ذخایر رو پیش از حمله به مراکز مخفی منتقل کرده باشه. گزارش‌های هم منتشر شده که جمهوری اسلامی مخفیانه تعداد زیادی سانتریفیوژ پیشرفته در اختیار داره که توانایی تولید اورانیوم با قنای تسلیحاتی 90% رو دارن. ابهام در سرنوشت ذخایر ایران گمانه‌زنی‌ها درباره شروع یک برنامه هسته‌ای سری رو تقویت کرده. در همین رابطه همراه میشیم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از وین با ما همراه شدن. آقای بیات، این 400 کیلوگرم کجاست؟ چقدر همچنان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی جدیه؟ نگاه کنید، از یک طرف 400 کیلوگرم اورانیوم با 60% غنا و از طرف دیگه هم حدود 9,000 کیلوگرم اورانیوم در سطوح دیگری غنی شده تا 20%. اینایی که وجود داشتن. وقتی که صحبت از بمباران بود و آژانس گزارش میداد که نشتی صورت نگرفته، خب برای من در خور تعجب بود. بعدها معلوم شد که جمهوری اسلامی این مواد هسته‌ای رو از اون مراکز بیرون برده. در واقع باید بگیم خوشبختانه، مستقل از اینکه طرفدار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشیم یا مخالفش، من شدیداً مجدانه مخالفشم، اما علاوه میگم خوشبختانه، چون اگر که این ذخایر باز می‌شدن در اثر بمباران، خب اثرات زیست محیطی دراز مدتی در محیط آنجایی که مثلا در نطنز و اطرافش در اصفهان به ویژه در فردو اثر می‌گذاشت. حالا جمهوری اسلامی اینا رو برده بیرون و به جوری که امروز خبر رسید به آژانس گزارش داده که اینا رو میبره، بتونی که بگی کجا. حالا آژانس از رژیم درخواست کرده که در کجایی اطلاعاتی بده در مورد کجایی این مواد، چون این موادی هم که باید تحت کنترل آژانس باشن. از این لحاظ خب بله، این موضوعیه که خب اساسیه که آژانس تعقیبش میکنه. حالا آیا این مواد رو میشه به راحتی به بمب اتم تبدیل؟ به نظر من به این آسانی ها نیست. ایلاز که من فکر میکنم در اثر این چند حمله که صورت گرفته، به ویژه در فردو و در نتنز، اگر که سانتریفوژها به کلی منهدم نشده باشند ولی از کار افتادن، میدانیم که سانتریفوژها دستگاه‌های بسیار حساسی هستند. همین ضربات اولیه، لرزش‌های اولیه میتواند آنها را از کار بندازد. یعنی هم احتمال داره که منهدم شده باشند، هنوز نمیدانیم دقیقاً، هم اگر منهدم نشده باشند از کار میافتن. در واقع به ویژه اینکه برقشون، این دستگاه‌های سانتریفوژ، اینا باید به طور پیوسته برق داشته باشن. وقتی برق نداشته باشن در واقع کاری نمیکنن. من بر این باورم که خطر این که جمهوری اسلامی به سرعت بتونه بمب بسازه بسیار کمه، کم احتماله. اینا هیچ وقت نمیشه بگی قطعاً هیچی. مثلا اگه شاید چند جای یکی دو جمله اضافه کنم، خب جمهوری اسلامی در مرکز تولید سانتریفوژها مدتی بود که دوربین‌های آژانس رو برداشته بود. خب میشه تصور کرد که در آن دوره سانتریفوژهای ساخته باشه در جایی برده باشن. منتها اقدامی برای غنی‌سازی اقدام کوچیکی نیست که کشف نشود. در حال باید دید واقعا. سپاسگزارم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با بودن. اما بعد از حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر و با وجود تاکید تهران به اینکه حمله نباید اقدام علیه دولت قطر تلقی بشه، کشورهای عربی به شدت این حمله رو محکوم کردند. بعد از حمله‌های آمریکا به ایران، اغلب کشورهای منطقه از محکومیت صریح این حمله و حمایت از ایران خودداری کردند. به گفته منابع دیپلماتیک، بسیاری از دولت‌های عربی در خفا از تضعیف تهران استقبال می‌کنند، اما نگران گسترش درگیری به خاک خودشون هستند. در همین رابطه شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما همراه میشه. خانم برادوست، کشورهای منطقه رو در آتش بستی که امروز اتفاق افتاده چقدر موثر می‌بینید؟
خب نقشی که قطر بازی کرده رو نمیشه انکار کرد. نقشی که قطر بعد اینکه مورد حمله قرار گرفت این نقش رو بازی کرده که اینجا نشون میده قطر سعی کرده اینجوری هم جمهوری اسلامی هم آمریکا رو با اینکه نخواد جوابی بده یا حمله صورت بده اینجا یه امتیازی هم گرفته که تونسته این آتش بس اعلام کنه و برای قطر خیلی الان مهمه، چون که صداهایی که در واشنگتن علیه قطر دارن بلند میشن و سیاستی که قطر داشته در حمایت از حماس و ما باقی گروه‌ها مثلا در داخل آمریکا، در داخل اون دانشگاهایی که خب می‌دونیم اعتراضات زیادی وجود داشت در دانشگاه، حمایت قطر از این گروه‌ها، نفوذی که قطر کرده تو این دانشگاه و انشکده‌های دی سی، واشنگتن خیلی اینجا صدا داده که علیه قطر بوده. حالا با این سیاستی که قطر انجام داده هم ویکتیم، هم قربانیه، هم داره صلح انجام میده، اینجا به نفعش بوده و این امتیاز رو تونسته استفاده کنه و این حمله رو به یک فرصت برای خودش به نظرم تبدیل کنه. ولی برای باقی کشورهای عربی خب همونطور که انتظارم داشتیم که تمام کشورهای عربی همراه قطر باشن و علیه جمهوری اسلامی و این حمله رو محکوم کنن، تماما تا جایی که اسامی کشورها رو دیدم، تنها کشوری که من تا الان ندیدم سوریه بوده. بقیه کشورها از عراق حتی فلسطین هم اومده حمله جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و پشت قطر ایستادن و این نشون میده که ترس کشورهای منطقه هم هست که اگر جمهوری اسلامی درگیری‌هاش با اسرائیل بیشتر بشه، خب روز اولم بحث ما این بوده که این باعث میشه این کشورها هم امنیتشون به خطر بیفته. حتی موشکایی که جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل هم میفرسته، کشوری مثل اردن همیشه در معرض خطر این موشک‌ها قرار گرفته و سعی کرده که اینجا از امنیت خودش حفاظت کنه. پس در نتیجه کشور عربی مطمئناً چنین عکس‌العمل تندی رو انتظار داشتیم که داشته باشن. سپاسگزارم از شما. شکریا بردوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما بودن. همزمان با ادامه تشدید فضای امنیتی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه از تغییر قانون جاسوسی برای برخوردهای به گفته او عبرت‌آموز خبر داده. از زمان آغاز جنگ دست کم 3 نفر در ایران به اتهام ارتباط با اسرائیل اعدام و صدها نفر بازداشت شدند. در همین رابطه محمد اولیای‌فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما همراه میشه. آقای اولیای‌فرد، نگرانی‌ها زیاد راجع به فضای امنیتی که جمهوری اسلامی همین الان هم ایجاد کرده. بله کاملا همینطوره. از همون روز اول اعلام کردیم که در واقع جمهوری اسلامی از وضعیت جنگی استفاده میکنه برای انتقامگیری سیاسی، تصفیه حساب سیاسی و سرکوب جامعه مدنی. این رو در واقع ما نمیگیم، اینو پیشینه جمهوری اسلامی میگه که در دهه 60 وقتی درگیر جنگ بود، خصوصا در کشتار 67 ما دیدیم که زندانیانی که داشتن حکمشون رو میگذروندن، در واقع محکومیتشون رو میگذروندن، رو به طور دست جمعی اعدام کرد و از اون فضا استفاده کرد برای تصفیه حساب سیاسی و حذف مخالفین خودش و الان هم به همین صورت هستش. البته چون فضا با فضای دهه 60 فرق میکنه، الان آمده به سبک دیگه‌ای با تشدید در واقع مجازات ها و تعاریف جدید از جرایم مثل جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم، میخواد ابزار قانونی سرکوبش رو فراهم بکنه و در واقع برای سرکوبش توجیه قانونی داشته باشه. به همین دلیل هستش که میاد اتهاماتی نظیر همکاری با دول متخاصم یا جاسوسی و مجازاتش رو تشدید میکنه یا مصادیقش رو افزایش میده. خطرش چی است؟ خطرش این هستش که با بسیاری از افعالی که تا حالا جرم نبوده جرم انگاری میشه، دایره اتهام زنی زیاد میشه و اصلا مهمتر این هستش که بسیاری از فعالیت‌های جامعه مدنی یا روزنامه نگاری یا حتی فعالین سیاسی داخل در مصادیق همکاری با دول متخاصم میشه یا در داخل در مصادیق جاسوسی میشه با مجازات‌های بسیار سنگین و از طرف دیگه در واقع روند دادرسی عادلانه که تا حالا مخدوش بود مخدوش‌تر هم میشه. یعنی که بازداشت شدگان اخیر رو برخلاف قاعده حقوق جزا طبق قانون جدید محاکمه میکنن، در حالی که طبق قاعده حقوق جزا عطف به ما سبق نشدن قوانین جزاییه. یعنی قانون لاحق بر نمیگرده بازداشت شده‌های قدیم، ولی میخواد بازداشت شده‌های قدیم هم با قانون جدید مجازات تمدید بکنه و در واقع با این طریق میخواد شکست اطلاعاتی خودش رو در واقع جبران بکنه. زمانی که اینا سرگرم قانون حجاب بودن و مبارزه و سگگردانی، اسرائیل پایگاه زد در ایران و حالا این شکستشون رو میخوان تلافیش رو سر شهروندان خالی بکنن.
سپاسگزارم از شما. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما بودن. اما اینجا به پایان تیتر اول امروز میرسیم. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شما خواهد بود. در امنیت باشید و تا فردا همین ساعت و همین جا. بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاسی از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبر. تردید رسانه‌های آمریکایی درباره موفقیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران. فرستاده ویژه ترامپ میگوید ظرفیت غنیسازی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وضعیت تأسیسات اتمی ایران. کمیسیون امنیت ملی مجلس تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. نشست شورای امنیت درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. فرانسه میگوید ایران حاضر به توافق امنیتی هسته‌ای نباشد، سه کشور اروپایی مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند. و در ادامه 1054 کشته، 4476 مجروح در طول جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی. هرانا میگوید 823 نفر در ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشته حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نتوانسته توانمندی هسته‌ای ایران را از بین ببرد. این منابع گفتند آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا یک ارزیابی اولیه از نابود نشدن تأسیسات هسته‌ای ایران تهیه کرده. به گزارش رویترز حملات آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را نابود نکرده و برنامه هسته‌ای ایران را تنها 1 تا 2 ماه به تأخیر انداخته. کاخ سفید این گزارش اطلاعاتی را کاملا نادرست خوانده. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی این کشور اعلام کرد حملات اخیر آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای چندین سال به عقب رانده، اما برخلاف ادعای مکرر دونالد ترامپ این حملات نتوانستند آن را به طور کامل نابود کنند. همزمان شبکه CNN به نقل از 3 منبع آگاه اعلام کرد بر اساس یک گزارش محرمانه پنتاگون این حملات احتمالاً فقط چند ماه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به تأخیر انداخته و نتوانستند اجزای اصلی آن را از بین ببرند. موضوعی که کارولین لویت سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید کاملا نادرست خوانده و رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گزارش‌های CNN و نیویورک تایمز مبنی بر اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران در حمله آمریکا کاملا نابود نشدند گفت این رسانه‌ها سعی دارند یکی از موفق‌ترین حملات نظامی تاریخ را بی‌ارزش جلوه دهند. به گفته او تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شدند و نیویورک تایمز و CNN به خاطر گزارششان با واکنش تند افکار عمومی روبرو شدند. سخنگوی کاخ سفید با اشتباه خواندن گزارش‌ها درباره موفق نبودن عملیات آمریکا در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته ارزیابی‌هایی که فوق محرمانه مطرح شده قصد تضعیف دولت دونالد ترامپ رو دارند. کارولین لویت
گفته هدف از انتشار ارزیابی‌های نادرست، تحقیر رئیس جمهور و بی‌اعتبار کردن خلبان‌های ارتش در مأموریتشان برای نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. استیو ویتکاف به شبکه فاکس نیوز گفته آمریکا در جریان حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران موفق شده ظرفیت غنیسازی و تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل نابود کند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه گفته 3 سایت هسته‌ای که منشأ اصلی نگرانی‌های امنیتی ما بودند به طور کامل منهدم شدند. ویتکاف افزوده شکی نیست سقف تأسیسات فوردو بر اثر بمباران شکسته و بمب‌ها به عمق کافی نفوذ کردند. او در مورد سایت نتنز هم گفت راکتور زیرزمینی این سایت به طور کامل نابود شده. به دنبال انتشار گزارش CNN مبنی بر احتمال ناکامی حملات هوایی آمریکا در نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، شماری از سناتورها و نمایندگان مجلس اعلام کردند برای ارزیابی دقیق‌تر منتظر اطلاعات محرمانه بیشتری هستند. ران پال، سناتور منتقد مداخله نظامی بدون مجوز کنگره، هشدار داد این حملات ممکن است باعث تسریع برنامه هسته‌ای ایران شود. جان تون، رهبر اکثریت سنا، نیز گفته قطعاً برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب افتاده. لینزی گراهام هم گفته تا زمانی که گزارش ارزیابی خسارت ارائه نشود نمیتوان قضاوت کرد. راجر ویکر، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، نیز ابراز امیدواری کرده گزارش CNN غلط باشد. عباس اراغچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میگوید برنامه هسته‌ای همچنان ادامه دارد و بازگشت به میز مذاکره مشروط به توقف حملات اسرائیل است. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل گفته تأسیسات هسته‌ای مخفی در ایران وجود دارد که در فهرست اهداف حمله اسرائیل قرار نگرفته بودند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما وزیر دفاع آمریکا گفته بر اساس تمام شواهد توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از حمله آمریکا کاملا از بین رفته. پیت هگست گفته هر کس ویرانگری بمب‌های آمریکا در حمله و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد فقط سعی دارد ترامپ و مأموریت موفقش را تضعیف کند. CNN پس از پایان آتش‌بس در گزارشی اعلام کرد حملات آمریکا به ایران اجزای اصلی برنامه هسته‌ای تهران را نابود نکرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب معماریان. چرا کاخ سفید ارزیابی‌های اطلاعاتی منتشر شده رو کاملا نادرست توصیف کرده؟ اختلاف در روایت‌ها نشونی چیه؟ اختلافات حزبی میون چقدر نقش دارن؟ ببینید، به نظرم مسئله برمیگرده به عبارتی که آقای ترامپ و پیت هگست بعد از حمله بیتوها به فوردو در واقع مطرح کردن. اونا گفتن که این حمله تأسیسات اتمی ایران رو به طور کامل نابود کرده، در حالی که همون زمان مسئول ارتش آمریکا گفتش که منتظر باشیم که ارزیابی‌های بیاد در خصوص اینکه چقدر میزان خرابی هست و اینها. به هر حال امکان پذیر نیست بعد از اینکه حمله نظامی انجام میشه خیلی سریع گفتش که میزان خرابی چقدر بوده. اون چیزی که مسلم هست این حمله برنامه هستی ایران رو به تعویق انداخته، عقب انداخته، خرابی ایجاد کرده و این خرابی قابل توجه هستش. ولی اینکه به صورت کامل از بین برده باشه توان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در این سال هستش که یک گزارش حداقل به که CNN به اون دست پیدا کرده این موضوع رو مطرح کرده و محل دعوا شده در ایالات متحده در خصوص اینکه آیا این برنامه هسته‌ای ایران قابل ادامه هست یا نه. از این جهت خب دموکرات‌ها که در جریان این حمله نبودن و اعتراض کرده بودن که پیک اساساً برای دولت آمریکا در یک جوری حتما به کنگره اطلاع میده در خصوص حمله و یا کنگره بعد مجوز حمله را صادر میکرد، الان از این مسئله دارن استفاده میکنن که مورد انتقاد قرار بدن دولت آمریکا رو و بگن که خب اگر که بعد از 12 روز همچنان برنامه هستی ایران کاملا نابود نشده و باید همچنان رفت سر میز مذاکره و با سر میز مذاکره ایران رو مجاب کرد که برنامه هستی خودش متوقف کنه، پس خب چرا از همون اول مذاکره نکردیم؟ بنابراین میشه گفتش که بیشتر میگه به اون گزارشی که CNN بهش دسترسی پیدا کرده و نشون میده که مثلا این حملات به صورت کامل
برنامه هسته ایران رو متوقف نکرده. البته خب هنوز زود هست، به خاطر اینکه گزارش دیگه ممکنه بیاد. مرکز اطلاعات سازمان انرژی آمریکا ممکنه هستش که بخواد که یعنی گزارش خودش منتشر بکنه و اونها ممکنه که ارزیابی دیگه داشته باشن. همچنان به هر حال منتظر بود که ارزیابی دقیق تری نسبت به تخریب هایی که این حملات انجام داده، بعد منتظر اون گزارش ها موند. جناب معماریان، اسرائیل اشاره کردیم که گزارش داده یک سایت هسته مخفی وجود داره همچنان در ایران که داره فعالیت میکنه به رغم اشراف اطلاعاتی اسرائیل و همچنین گزارش هایی که داره میگه در واقع تاسیسات اتمی ایران نابود نشده به طور کامل. این رو چقدر شما ابزاری میدونید برای فشار بر ایران، اینکه در واقع هنوز هست تاسیسات هسته‌ای که میبایست نابود بشه، در نتیجه این میتونه حملات دیگری رو در پی داشته باشه؟ مسئله اصلی این هستش که خب جمهوری اسلامی پیام رو گرفته و در حال حاضر هم اسرائیل و هم ایالات متحده این مسئله رو مطرح کردن که اگر که جمهوری اسلامی بخواد که برنامه هسته‌ای داشته باشه یا غنی‌سازی بکنه یا به سمت بمب اتمی بره، اون چیزی که مطرح میکنن، همچنان خطر این که مورد حمله ایالات متحده قرار بگیره یا اسرائیل قرار داره. برای این پیامی است که جمهوری اسلامی گرفته در 12 روز و میدونه که مسئله جدی هست. آسمانش باز هست برای اسرائیل، آسمانش باز هست برای ایالات متحده و این دیگه بحث اراده سیاسی مقامات جمهوری اسلامی ایران هست که الان میگه حالا هر ممکن است که یک مرکز غنی‌سازی دیگه داشته باشن. الان چند صد کیلوگرم، 400 تا 600 کیلوگرم مثلا اورانیوم 60% دارن. این دیگه اراده سیاسی جمهوری اسلامی هست که بخواد که چه تصمیمی بگیره در خصوص اینکه با این برنامه هسته‌ای چیکار خواهد کرد. با این اتفاقی در 12 روز گذشته افتاده، باید دید که آیا جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی رو نسبت به هفته‌های گذشته در پیش خواهد گرفت یا اینکه همچنان با گستاخی در واقع به اون سمتی خواهد رفت که کشور و مردم خودش در خطر قرار بده. ولی به نظر من مسئله اصلی اتفاقی است در 12 روز گذشته افتاده، صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی چقدر الان تأسیسات اتمی داره یا به هر حال چقدر از تأسیسات اتمیشون باقی مونده. این اراده سیاسی میتونه تعیین کننده باشه و خب در هم آمریکا و هم در اسرائیل این اراده سیاسی وجود داره که اگر که جمهوری اسلامی بخواد که به اون سمت حرکت بکنه، باز از همه امکانات خودش رو استفاده کنن برای اینکه به هر حال این برنامه هسته‌ای رو متوقف بکنن. سپاس از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بوده. طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. ابراهیم رضایی سخنگوی این کمیسیون با بیان اینکه تحولات اخیر در نبرد ایران و اسرائیل در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شده، تأکید کرد به رغم توقف درگیری‌ها ایران وارد صلح یا آتش‌بس نشده و در صورت هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل پاسخ جمهوری اسلامی قاطع خواهد بود. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد پس از حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، محل نگهداری حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران نامشخص است. گروسی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایران مدعی شده برای اقدامات محافظتی این مواد را جابجا کرده، اما آژانس از محل دقیق آن اطلاعی ندارد. گروسی گفته وظیفه او ردیابی هر گرم اورانیوم در ایران است. بیشتر گروسی ضمن استقبال از آتش‌بس اسرائیل و جمهوری اسلامی خبر داد در نامه‌ای به وزیر خارجه ایران خواستار از سرگیری فوری همکاری‌های نظارتی این نهاد با تهران شده و در نامه‌ای به عباس عراقچی پیشنهاد دیدار زود هنگام برای بحث درباره بازگشت ایران به چارچوب نظارت پادمانی رو مطرح کرده. در این بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نقاط برخورد دیگری را در تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو شناسایی کرده که احتمال آلودگی و خطرات شیمیایی در اون وجود داره. در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده مسیرهای دسترسی و یکی از ورودی‌های تأسیسات زیرزمینی فوردو آسیب دیده و در نتنز هم 2 نقطه اصابت در بالای سالن‌های زیرزمینی شناسایی شده که احتمالاً محل آلودگی محلی و خطرات شیمیایی است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب نامور حقیقی. تو این شرایط از سرگیری بازرسی‌ها گفتگو میان سازمان انرژی اتمی و جمهوری اسلامی میتونه موثر باشه؟
یا قرار آژانس باز به گونه‌ای نقش نمادین ایفا بکنه؟ بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید به هر حال الان آغاز بازرسی‌ها به این راحتی نیست، به علت اینکه تقریبا میشه گفت سایت نتنز و اصفهان عملا از بین رفته. یعنی خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها معتقدن که به علت بمباران‌های شدید و متعدد از بین رفته، بنابراین فکر نمی‌کنم بازرسیش به این راحتی متصور باشه. در مورد سایت فوردو هم همین مسئله وجود داره. حالا اینی که بعد از این بمبارون‌ها چطوری بازرسا بتونن برن بازدید کنن، چون حتی برای ورود به اون مجموعه ها هم احتمالاً یک زمانی لازم داره، باید کارهای انجام بدن. ممکنه اینا رو بازدید عملیاتی چیز بکنن که مثلا فقط بازدید سرکشی بکنن، اما بازدید به معنی این که بتونن با دقت بررسی کنن، اینا فکر نمی کنم که عملا امکان پذیر باشه. نکته دوم این است که بستگی داره که توافقی که ایران با آمریکا و اسرائیل بسته برای این آتش بس، اون توافقی که با هم انجام دادن، این چه مبناهایی داره و اگر ایران واقعا رفته باشه روی توافق صلح کامل، در حقیقت تو اون توافق فکر نمی کنم غنیسازی بخواد از سر گرفته بشه، هرچند ممکنه حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته بشه. و از هم نکته سوم این است که توی اون موضوع اگر همچین اتفاق افتاده باشه، طبیعتا همکاری ها میتونه گسترده تر بشه. ولی اگر مسئله واقعا به اون توافق آتش بس که به نظر میرسه باید مبناهای بزرگتری داشته باشه، چون اجازه فروش نفت به چین هم، نفت ایران به چین هم داده شده، اگر اون نباشه اون موقع خب طبیعتا نوع پاسخ ایران متفاوت خواهد بود و میره توی درگیری جدیدتری. ولی من بعید میدونم که با توجه به اینی که این مجموعه ها آسیبای بنیادی داده، ایران بخواد برای از سرگیری اورانیوم، غنیسازی اورانیوم، وارد یک درگیری جدید بشه، هرچند که هنوز مسئله اورانیوم های غنی شده 60% یک موضوعی است که چالش برانگیز میان ایران و آژانس باقی مونده. تصمیم کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد تعلیق همکاری با آژانس، اونطور که فرانسه هشدار داده، چقدر احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه بالاست در این صورت؟ بله، اگر ایران در حقیقت فعالیتش رو تعلیق کنه یا کنسل کنه با آژانس، حتما مکانیزم ماشه فعال میشه. ببین اونا 3 تا خط قرمز داشتن، یکیش غنیسازی 90% بود، یکیش اخراج بازرس‌ها بود و یکیش هم همین که ایران از آژانس بیاد بیرون یا همکاریش رو تعلیق کنه. این 3 تا خط قرمزه که هم مکانیزم ماشه رو فعال میکنه، هم میتونه اقدامات عملیاتی علیه ایران رو دوباره مجددا به کار بندازه. بعید میدونم، گفتم اگر ایران توافق کرده باشه با آمریکا در مورد آتش بس که بخشش هم مربوط به غنیسازیه، بعید میدونم بخواد بره تو رادیکال کردن این موضوعات، چون دوباره همه اون مجموعه به کار خواهد افتاد. فقط اون چیزی که مهمه این است که ایران سانتریفوژ هایی هم خارج کرده و احتمال داره که و میتونه، چون ساخت سانتریفوژ بر مبنای پروتکل الحاقی باید ایران اعلام میکرد و ایران کارگاه های ساخت سانتریفوژ رو داره، در نتیجه میتونه از همین اورانیومی که خارج کرده میتونه فعالیت خودش رو پیش ببره در کارگاه های کوچیکتر. ولی اینا همش بستگی داره که اون توافق کلی چی باشه. اگه این چیزی که آقای ویتکاف گفته آمادگی صلح کامله، بنابراین ایران هم بعید میدونم بخواد اقدامات تندی بکنه و رادیکال انجام بده. بیشتر به نظر میرسه اینا برای چانه‌زنی سیاسی تا اقدام رادیکال، چون همه اون مجموعه های تحریمی برمیگرده، همچنین آمریکا و اسرائیل هم به نظر من دوباره برمیگردن به قصد انجام عملیات و بعید میدونم ایران بخواد همچین کاری رو دوباره به آزمون بذاره. ممنون از همراهیتون جناب علیرضا نامور حقیقی که از تورنتو همراه ما بوده، تحلیلگر سیاسی. اما در خبری فوری، خبرگزاری میزان از اعدام 3 نفر به جرم جاسوسی برای موساد خبر داده. در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات این خبر میپردازیم. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
تردید رسانه‌های آمریکایی درباره موفقیت حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران. فرستاده ویژه ترامپ میگوید ظرفیت غنیسازی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شده. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وضعیت تأسیسات اتمی ایران. کمیسیون امنیت ملی مجلس تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه برای بحث درباره اجرای قطعنامه‌ای که سال 2015 پس از توافق برجام درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر شد تشکیل جلسه داد. روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در این نشست گفت اهداف این قطعنامه و توافق برجام هنوز به طور کامل محقق نشده. در این نشست نماینده فرانسه اعلام کرد اگر تا پایان تابستان توافقی درباره شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حل مشکلات امنیتی به دست نیاید، 3 کشور اروپایی مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. ما از ایران می‌خواهیم که به میز مذاکره برگردد تا بتوانیم یک راه حل دیپلماتیک پایدار، قوی و قابل راستی‌آزمایی برای پاسخ به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بیابیم. فرانسه، آلمان و بریتانیا و اروپا همکاری نزدیک خود را با آمریکا برای رسیدن به چنین راه حلی حفظ می‌کنند. ما مصمم هستیم به توافقی برسیم که سازوکار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ثبات منطقه‌ای و منافع امنیتی اروپا در آن در نظر گرفته شده باشد. اگر تا پایان تابستان به چنین راه حلی نرسیم، فرانسه و 2 کشور اروپایی دیگر آماده فعالسازی و اجرای مکانیزم ماشه تحت قطعنامه 2231 خواهند بود. تورتیشی، نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هدف این کشور در کاهش توانایی تهران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرده. او همچنین گفت حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شده. دنی دانون سفیر اسرائیل در این نشست نیز با قدردانی از دونالد ترامپ هشدار داد کشورش به هر گونه نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی به شدت پاسخ خواهد داد. بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل ضمن استقبال از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل خواستار پایبندی کامل طرفین به این توافق و بازگشت فوری به دیپلماسی شد. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل تاکید کرد بازگشت به درگیری به سود هیچ کس نیست و از ایران خواست از این فرصت برای مذاکره استفاده کند. هشدار داد ذخایر اورانیوم ایران بسیار فراتر از سقف‌های تعیین شده است و آژانس باید به این ذخایر دسترسی کامل داشته باشد. سفیر بریتانیا همچنین بر حمایت لندن از هر تلاشی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت از نقش قطر در برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل تقدیر کرد. قدردانی مقام ایرانی از قطر در حال صورت گرفت که تنها 1 روز پیش جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی آمریکا در خاک قطر حمله کرده بود. دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی نیست و تهران اورانیوم با غنای بسیار بالا در اختیار دارد. او اضافه کرده جمهوری اسلامی در حال مذاکره با غرب مشغول غنیسازی اورانیوم بوده. جامعه بین‌المللی باید هوشیار باشد و به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به ابزارهای تخریب را ندهد. دانون گفت تهران ثابت کرده به دیپلماسی پایبند نیست. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب سمیعی. چقدر اصولاً با این جنگ 12 روزه جایی برای موفقیت و نقش تلاش‌های دیپلماتیک باقی مونده؟ با عرض ادب حضور شما بانو گرامی بانو قیاسی بسیار گرامی عذرخواهی میکنم و مردم عزیز ایران بایستی خدمتتون عرض بکنم برای اینکه دیپلماسی بخواد کار بکنه نیاز به چند تا چیز داریم. 1 نیاز به باور به دیپلماسی هست. نیاز به این هست که طرفین نقطه ضعف خودشون رو در نظر بگیرن و در مورد اینکه اون کسی که داره بین اونها میانجیگری میکنه یک اعتمادی باشه. همینجا رو ما اگر بخوایم بررسی بکنیم جمهوری اسلامی
اعتمادی به ایالات متحده نداره به عنوان یک میانجی به اصطلاح. از اون ور نقطه نظرهای ایدئولوژیکی که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره باعث این خواهد شد که اجازه نده بتونن رفتار درست دیپلماتیک داشته باشن. از همه اینها مهمتر وقتی که وزیر خارجه یک مملکت به رهبر اون مملکت نمیتونه دسترسی داشته باشه که پیام‌های دیپلماتیک رو ببره و برگردونه، واقعاً چگونه میخواد دیپلماسی برای اینها کارایی داشته باشه؟ از همه اینها مهمتر ما باید ببینیم که روندی که جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت، به فرض امروز آقای اسلامی گفته که جمهوری اسلامی مجدداً برنامه هسته‌ای خودش را از سر خواهد گرفت. خب وقتی از سر خواهد گرفت دیگه در مورد چه چیزی اینا انتظار دیپلماسی دارن؟ پس من واقعا بر این باور هستم که دیپلماسی تنها زمانی کار میکنه که علاقمندی بهش باشه، باور بهش باشه و در اون راستا گام بردارن. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینها رو نداره چون دیپلماسی به بقای حکومتش نمی انجامه. به نظرتون تو هفته ها و ماه های آینده جمهوری اسلامی بیشتر به سمت تقابل پیش بره یا بازگشت به گفتگو؟ چه عواملی تعیین کننده؟ نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. همینطور که خودتونم در گزارش ها فرمودید، مجلس اومده از حالا اعلام کرده که عدم همکاری با آژانس بین‌المللی. خب این یکی از مهمترین ارکان کار هست برای جمهوری اسلامی. اگر که میگه چیزی برای پنهان کردن ندارم، اگر که میگه علاقمندی به بازسازی روابط داره، ولی وقتی که این گونه میان اعلام میکنن که ما با آژانس میخواییم قطع بکنیم، ما 2 مرتبه برنامه هسته‌ایمون رو میخواییم از سر بگیریم، در حقیقت دارن نشون میدن که به این روند اصلا هیچ فکری نمی کنن و هیچ شانسی هم به این موضوع نمیخوان بدن. برای اینکه باز هم عرض میکنم جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک نقطه ضعفی قرار گرفته، ولی به خاطر مصرف داخلی و به خاطر اینکه میدونه از این بلبشویی هم که الان در دنیای غرب به ویژه به خاطر این آزمون و خطایی که به اصطلاح رخ داده و جمهوری اسلامی یک سری موشک پرانی‌هایی کرده و اسرائیل یک سری پاسخهایی داده، در حال حاضر اینها خودشون درگیر این هستند که چگونه بخوان این مسئله رو جا بندازن. مهمتر از همه اینها مسئله عدم داشتن ثبات در مدیریت و رهبری مملکت هست که در حال حاضر به خاطر غیبتی که خامنه‌ای بهش دچار شده و بقیه اعضای مملکت هم نمیدونن که اصلا چه اقدامی باید بکنن. من واقعا بعید میدونم که رفتار آینده جمهوری اسلامی خیلی بهتر از رفتار گذشتهش باشه و این جای تأسف برای مردم عزیز ایران داره. ممنون از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. دونالد ترامپ با اعلام اینکه چین میتواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد، بار دیگر نظم و نقش تحریم‌های آمریکا را به چالش کشید. این اظهار نظر که در میانه تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس میان ایران و اسرائیل مطرح شد، با واکنش محتاطانه کاخ سفید و نهادهای تحریمی مواجه شده. در ارتباط با این تصمیم جنجالی ترامپ، همکارم علیرضا محبی از ملبورن، استرالیا همراه منه. علیرضا، ماجرا از چه قراره؟ سیما، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی غافلگیر کننده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال و تنها ساعتی بعد از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در ایران و اعلام آتش‌بس اعلام کرد که چین میتونه به خرید نفت از ایران ادامه بده. پیامی که در بحبوحه تلاش‌ها برای حفظ این آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر شد و خب البته باعث سردرگمی در میان نهادهای مسئول اجرای تحریم‌ها در واشنگتن شد، هرچند کاخ سفید بلافاصله تاکید کرد که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و
و هدف های ترامپ از انتشار این پست حفظ ثبات در تنگه هرمز بوده، منطقه‌ای که هر گونه تنش در اون میتونه تاثیر جدی بر بازار جهانی انرژی بگذاره، چرا که روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت از اونجا عبور میکنه. با این حال سردرگمی درباره پیام واقعی رئیس جمهور آمریکا همچنان باقی مونده، چرا که حتی تا همین چند هفته پیش آقای ترامپ خواستار توقف کامل خرید نفت ایران بود و هشدار داده بود که ناقضان تحریم‌ها با مجازات‌های شدید مواجه خواهند شد. اما به نظر میرسه که حالا و در راستای تلاش برای کاهش تنش‌ها و باز تعریف روابط اقتصادی با چین، آمریکا موضع نرمتری در پیش گرفته. با این حال وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران همچنان به قوت خودش باقی است. این تغییر لحن آقای ترامپ در شرایطی مطرح میشه که طبق آمار چین حدود 14% از نفت خام وارداتی خودش رو از ایران تامین میکنه. اما خب این رقم احتمالاً بیشتر از اینه، چرا که بخشی از این روند با جعل منشأ از کشورهای دیگه صورت میگیره. این رو میدونیم که نفت تخفیفدار ایران برای بخش خصوصی پالایشی چین حیاتیه، به ویژه در دوران رکود بخش مسکن و افت تقاضا در چین. اگرچه این اظهارات آقای ترامپ ممکنه جنبه سیاسی داشته باشه، اما هنوز به طور روشن مشخص نیست که تأثیر عملی اون بر حجم واردات نفت ایران توسط چین یا رویه‌های تحریمی در این باره چه خواهد بود. با این حال این پیام کافی بود تا بازار جهانی نفت به شدت به اون واکنش نشون بده و با کاهش قیمت روبرو بشه. به همین میخواستم اشاره کنی علیرضا، اعلام خبر آتشبس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی چه تأثیری رو بازارهای مالی جهان، البته قیمت نفت، داشته؟ خب این موضوع باعث شد تا نفت برنت 6.1% کاهش پیدا کنه، به 67.14 دلار برسه. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت که به طور غیر رسمی به نفت آمریکا شناخته میشه هم 6% افت کرد و در قیمت 64.37 دلار بسته شد. این کاهش بخشی از افت بیش از 7% در 2 روز گذشته بود، اون هم به دلیل امیدها به کاهش تنش‌ها و بازگشت آرامش به بازار انرژی. بازارهای مالی و بورس‌های جهان هم با اعلام خبر آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل جان تازه‌ای گرفتن و با سبز شدن شاخص‌ها از وضعیت مثبت بازارها خبر دادن. شاخص S&P 500 که یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخص‌های بازار سهام در جهان و برای سنجش عملکرد بازار بورس آمریکا شناخته میشه، بیش از 1% رشد کرد و به نزدیک رکورد تاریخی خودش در فوریه رسید و شاخص داو جونز هم بیش از 1.1% افزایش داشت. خب بیشترین رشد هم مربوط به بخش‌های مالی، فناوری، خدمات ارتباطی و سلامت بود. سهام اروپا هم با رشد 1.11% به بالاترین سطح یک هفته اخیر خودش رسید و بزرگترین جهش روزانه در بیش از یک ماه گذشته را ثبت کرد. در آسیا هم بازارها روند صعودی داشتن و شاخص کاسپی کره جنوبی با جهش 2.96% پیشتاز بود. شاخص نیکی ژاپن هم 1.14% بالا رفت. هانگ سنگ در هنگ کنگ هم 2.6% افزایش پیدا کرد. شاخص گسترده MSCI آسیا اقیانوسیه بدون در نظر گرفتن ژاپن هم 2.14% رشد داشت. در بازار طلا هم کاهش قیمت دیده شد، ولی خب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این آتشبس ادامه داشته باشه احتمالاً روند مثبت بازارها ادامه خواهد داشت، اما اگر دوباره درگیری‌ها سر گرفته بشه ممکنه قیمت نفت و طلا دوباره بالا بره. علیرضا محبی از ملبورن استرالیا، ممنون از تو. دیپلمات ارشد چین در پی برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با عباس عراقچی گفتگوی تلفنی داشته. وانگ یی در این گفتگو تأکید کرده پکن از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ آنچه حاکمیت و امنیت ملی توصیف شده حمایت میکنه. با توماج تاهباز از سئول همراه میشیم. توماج، پیش از اون که در واقع به رویکرد پکن بپردازیم توضیح میدی واکنش‌ها در منطقه به آتشبس چی بوده؟ توی 24 ساعت گذشته، کمتر از 24 ساعت گذشته، البته اولین کشوری که واکنش رسمی داد ژاپن بود. طبیعتاً دبیر کابینه ژاپن از آتشبس استقبال کرده، ابراز امیدواری کرد که پایدار باشه. بعد از اون وزارت خارجه چین هم واکنش داد. سخنگوی وزارتخانه گفته که از نزدیک تحولات خاورمیانه رو زیر نظر داره و بیجینگ نمیخواد که شاهد افزایش تنش‌ها باشه. امیدواره که آتشبس کاملاً محقق بشه و اینکه خب از طرف‌های مربوطه میخواد که هر چه زودتر هم به مسیر درست مذاکره رو بیارن و چین آماده است در این مورد با
جامعه جهانی هم همکاری کنه. ساعتی بعد از اون هم وانگ یی دیپلمات ارشد چین، مشاور ارشد در واقع حزب حاکم در امور سیاست خارجی هم با عباس عراقچی گفتگو کرد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی. وانگ گفته که چین همیشه صلح و ثبات توی خاورمیانه رو ترویج میکنه، مجددا حملات آمریکا به تأسیسات اتمی داخل ایران رو محکوم کرده. وانگ یی در ضمن از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ اون چیزی که حاکمیت و امنیت ملی توصیف کرده حمایت کرده. گفته آتش‌بس واقعی بر پایه این اصول اجازه میده که مردم برگردن به زندگی عادیشون و تنش‌ها هم کم بشه. در کنار اینها از ژاپن هم گزارش شده که وزیر خارجه این کشور که برای شرکت در نشست ناتو به هلند رفته، با دبیرکل ناتو در مورد ایران و البته کره شمالی روسیه هم گفتگو کرده. توماج، جمع‌بندیت از رویکرد پکن در قبال تحولات این 2 هفته چیه؟ خب تو این 2 هفته ما شاهد واکنشایی بودیم که بعضاً با انتظاراتی که میرفت احتمالاً فاصله داشت و ممکنه بحث برانگیز بشه. مشخصاً اجازه بدین از چین شروع کنم به عنوان یکی از حامیان اصلی جمهوری اسلامی، کشوری که تهران اون رو شریک راهبردی خودش میدونه. البته چین حمله آمریکا رو به تأسیسات اتمی در ایران شدیداً محکوم کرد. در ضمن مشخصاً از اسرائیل بارها خواست که از افزایش تنش‌ها دوری کنه. اما از طرف دیگه رهبر جمهوری خلق چین آقای شی جین پینگ تقریباً 5 روز بعد از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، حمله اسرائیل به ایران واکنش نشون داد اساساً به این موضوع. در اون واکنش هم اساساً حمله اسرائیل رو با قاطعیت محکوم نکرده، بلکه در واقع از افزایش بحران ابراز نگرانی شدید شده. پیشنهادهایی هم ارائه داد، چون در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین واکنش ارائه شده بود. پیشنهادهایی هم ارائه شده از طرف آقای شی که باز هم خیلی کلی هستن، آتش بس برقرار بشه، طرف‌ها بیان با هم گفتگو کنن از این حرفا. حتی در جریان سفرهای عباس عراقچی به روسیه و کشورهای دیگه هم باز آقای عراقچی به چین نرفت. اون موقع حتی این پرسش از وزارت خارجه چین مطرح شد که آیا عراقچی قراره به چین بیاد. چندین پرسش مطرح شد که باز هم در امور سخنگوی وزارت خارجه چین پاسخ صریحی نداد.